این پنده و نصیحت های از خاطرتان براتون میکنم که بچه های خوب هستین، شما جوان هستین، دایم فقط خوبی کنین، هیچ وقت به کس بدی نکنین. اولین و گذشته از کل از گپا بدی ها و خوبی ها نمازتان بخونین. اگر از نماز دوری کردین کل کارتان خراب میشه، نه خدا رفیقتان میشه نه بنده. به خاطر چی؟ ایسه بدیدی؟ ای که در درخت وصل است، هزار طوفان و باران شوه هیچ شبت نازنین است. در درخت شمال میاد، گرمی هفته و میاد، ایره متو نگاه میکنه. این حال وقتی که از نخله جدا شد اینجا آمد، در یخچال بانیش خراب میشه، در هفته بانیش گنده میشه. متوجه شدی؟ نه باد برش کار میده نه باران، چون از چی شده؟ از حقیقت خود جدا شده. ما شما مگه از خدا جدا شدیم گنده میشه. هر قدر که نگاهت کنه، در یخچال نگاهت کنه، در پرده بپیچونید گنده میشی، به خاطری که تو از اصل جدا شدی. اصل ما چیست؟ خدا. او تر پیدا کرده، او تر در دنیا آورده، جوان کرده، کلان کرده، عقل داده. او میگه که خود تو مرا سجده نمی کنی. آیه قرآن داریم که و ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون. خدا خودش میگه که من به جلال انسان و جن خلق کردم از برای عبادت.